فاصله ایران با مالزی 4.5 برابر فاصله ایران با سوریه است. یه سفر طولانی که تیم ملی مجبور بود انجامش بده و به خاطر شرایط جوی بد و زمین ناهموار با نگرانی‌های زیادی به مالزی بره. نکته مثبت حضور پررنگ ایرانیایی که تو کوالالامپور همه جا بودن و تیم ملی رو تنها نمیذاشتن. ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه است اینجا کوالالامپور. ما می‌خوایم بریم به شهر سرمبان برای دیدار ایران و سوریه. یه سری دوستای ایرانی خوش‌ذوق مقیم مالزی اقدام قشنگی کردن، یه اتوبوس اجاره کردن و همه رو جمع کردن، می‌خوام با هم راهی سرمبان بشن. ما با این دوستان همسفر خواهیم بود. ایران! 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 یه اکیپ کامل از ایرانیای غیر فوتبالی تا خیلی فوتبالی که برای تشویق تیم ملی به سرمبان سفر می‌کردن. این جمع فقط یه همچین مناسبتی باید بشه دیگه. نه کلاً که حالا هر جمعی باشه ما سعی می‌کنیم ایرانی‌ها رو دور هم جمع کنیم. ولی خب بالاخره این جمع الان یه بار ایران اومده اینجا. من خودم 4 سال اینجا هم، این اولین باری که تیم ملی اومده. از قبلم دنبال این بودیم که تیم ملی بیاد و بریم تشویقش کنیم. خدا رو شکر این بازی افتاد اینجا، ما هم الان استفاده می‌کنیم. نشون شما؟ بله من دانشجو هستم. آره دیگه گفتیم بریم ان شاءالله ببریم ببینیم چی میشه. فوتبالی هستین حالا واقعا یا الان جوگیر شدیم بریم بازی؟ فوتبالیم آره بگیریم. می‌بینیم هر چند وقت کنه می‌بینیم. درس می‌خونی یا بیشتر؟ چند میشه امروز؟ 3-1 می‌بریم. تنوع تیم‌های مورد علاقه ایرانیای ساکن کوالالامپور از تهران هم بیشتر بود. جالبه که تو مالزی من تو تهران که بودیم فقط همه یا استقلالی بودن یا پرسپولیس. این آقا رضا فولادیه، یعنی هر تیم اهوازی رضا طرفدارشه. حالا مثلا امروز فولاد، آره حالا هر کدوم که لیگ برتر باشن دیگه. این آقا تیم سپاهانی ان که باشون مسابقه کردی، بعد پرسپولیسی هم که ماشاءالله همه جا هستن. این شهرهای تیم داریم. آره دیگه. بعد این دوست گل اونم با ما میشینه بازی یاد می‌گیره بابا. چند ساعت قبل از شروع بازی بارون شدید اوضاع رو خرابتر کرد. تماشاگرها با کاورای مخصوصشون شور و حال و انرژیشون رو حفظ کردن، اما زمین مسابقه کاملا شرایط بازی رو از دست داد. توپ حتی یه ذره هم بالا نمیاد. برگزاری بازی تو این شرایط منطقی به نظر نمیرسید، اما معمولا تو AFC منطق حکم نمیکنه. این هم آبشار مصنوعیه که ناشی از بارش شدید بارونه. بارون انقدر شدید اومد نتیجه شده این آبی که اینجوری داره میریزه روی سکوها. انقدر بارندگی زیاده که موشا از خونه‌شون زدن بیرون. ساعت الان 7:30 شب توی شهر سرمبان مالزی. مشاهده میکنید بارندگی وحشتناکه، یعنی اصلا ما بدون این پوشش اصلا نمیتونستیم توی این ورزشگاه دووم بیاریم. بارش باران بسیار شدیده. حالا مونیم چجوری میخواد بازی برگزار بشه. ایران 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 نمیشه اصلا راه رفت. قبل از بازی نیم ساعت میخواستن خوش کنن زمینو ولی بازم نشد. میدی هست به نظرتون ببریم؟ بله 100%. انشالله که میبریم. خانواده اومدید با خانومتون؟ بله با خانومم اومدم. اهل مالزی هست؟ بله مالایی هستن. دیانه مالایی. متوجه میشن فارسی؟ ذره متوجه میشن. چی مثلا بلدن؟ سلام کن. سلام شما خوبی؟ فارسی یاد گرفتی؟ آره. بارون شدید بالاخره بند اومد، اما زمین ناهموار تبدیل به یه باتلاق شده. مسئولای ورزشگاه هم با روش‌های عجیبی می‌خواستن آب رو از این باتلاق خارج کنن. بالاخره دستور انجام مسابقه تو همین زمین و با همین شرایط داده شد. کیروش هم 7 بازیکن شمالی رو که قواعد بازی تو این شرایط رو خوب بلدن همزمان گذاشت تو ترکیب. زمین گلی ورزشگاه حتی نمیذاشت ضربه ها با قدرت کافی به دروازه برسن.
اشکان اونجا حاضر هست. دژاگه برای طارمی مستقیم با پای راست به هر ترتیب الما توپ رو در اختیار میگیره. رنگ پیراهن تیم ملی هم خیلی زود تو گلای ورزشگاه عوض شد. بازی بدون متن ایران و سوریه حاشیه زیاد داشت. تنها فرار موفق ایران پشت دفاع سوریه با یه پرچم اشتباه از دست رفت. حالا وحید امینی پشت مدافعین یه فرصت هست، به نظر آفساید اعلام شد. پرچم بالا رفته بود، کاملا مشخص بود. در حال رضا قوچان نژاد اگه یکم جهان بخش دقیق تر بود آخر قصه تلخ مالزی چه بسا شیرین میشد. تک رو میره، بیمه هاوا میره از این سمت. حالا حرکت کرده میلاد محمدی میفرسته توپ رو میره روی دروازه جهان بخش. چه توپی از دست رفت. علیرضا جهان بخش بهترین فرصت این بازی رو برای ما به این شکل خلق کرد. جنگ فرسایشی ایران واسه شکست سوریه بدون نتیجه تموم شد. جنگی که هیچ برنده‌ای نداشت و به قول کیروش همه باختن. ما اعلام کرده بودیم که این امکانات و این زمین و این استادیوم شرایط لازمه رو برای میزبانی این مسابقه نداره، ولی متاسفانه تصمیماتی که گرفته شد از سوی مسئولین نه تنها به نفع ایران، به نفع فیفا، به نفع AFC، به نفع فدراسیون سوریه نبود، بلکه به روحیه فوتبال در کل، به کل فوتبال لطمه زد. شرایط بسیار دشواری بود برای بازیکنان من، ولی اگر تیمی استحقاق برد امشب رو داشت مطمئناً بازیکنان من و تیم من بودن که مستحق برد امشب بودن. تنها بخش قابل افتخار این بازی تماشاگرایی بودن که از فاصله‌های مختلف به ورزشگاه رفتن و تیم ملی رو تنها نذارن. مردمی که باور دارن هیچی نمیتونه تا آخر راه جلوی رسیدن ایران به جام جهانی رو بگیره. خیلی دور از شهر، 1.5 ساعت راهه. یعنی اگر تو اون زمینی که با گیننو بازی کردن میذاشتن باز خیلی نزدیکتر از بود تا اینجا. بازم تو این بارون و این آب و هوا این همه اومدن دستشون درد نکنه. آقا بازی خیلی خوب بود. طرفدارا اومدن تشویق کردن، خوب تلاش کردن. فقط زمین نامناسب بود دیگه. والله تماشاگرها که همیشه توقع دارن تیم ملی ببره. خدایی چیزی هم که ما امروز دیدیم خیلی با غیرت و از دل و جون بازی کردن. تیم ملی اگه مساوی هم کنه برده. شرایط سخت بود البته. بله دقیقاً، زمین خیلی خراب بود، بارونی بود، متاسفانه نشد دیگه. این شرایط واقعاً من فکر کنم اصلا نباید بازی برگزار بشه. ولی خب تو زمین معمولی ما 2-3 گل از سوریه جلو بودیم. زمین خوب، ولی متاسفانه زمینی بود که اصلا استاندارد نبود و امتیاز از دست دادیم. ولی خب زحمت کشیدن بچه‌ها، همه تلاش کردن. از این ناراحتیم که چرا امتیاز از دست دادیم، ولی خب فوتبال برد و باخت داره، نتیجه مساوی داره.